اینا پاسپورت حساب میگیرن. پاسپورتشون با که تاجیک نیستگی همون فویز با همون درآمد داشتیم. مثلا من اویلیم با من فرزندام نبیرم همیشه من تاجیک نیستم. میرید گواهنامه میگیرید. نبیریتون تولد میشید فرزندتون اینجا میگیرن و رای نپرسیده اونیش özbek مادرش özbek پدرش özbek بنویسن وای پاسپورت طبیعی که özbek شده گذشته میرود. اون نمیپرسن که یا همون آدمی که نویسته ایستاده است یا خود همون شخصی که رفته ایستاده است نمیگوید که بچه من تاجیک منجرم چی بینجا به özbek نویسته ایستاده فرزند منه نبیری منه چه özbek نویسته من تاجیک من. این کمبودی از خلق خودمون هم هست. کمبودی از خود خلق هم هست.